استایل مورد نظرم یه چیزی تو مایه‌های مهراد هیدنه. یه مردایی که خیلی مردونن و اونجوری یه استایل متفاوتی داشته باشه تو مایه‌های مهراد هیدن اون مدلی. ایدئال از نظر من مهراد هیدنه. اصلا براتون مهم نیست که طرف بگه مهراد هیدن رو ببینید. من میگم اصلا دوست پسر من باید عاشق مهراد هیدن باشه. مهراد هیدن اسطوره است برای من. یعنی موزیکش، طرز فکرش، لایف استایلش، همه چیش. اصلا دوست پسر من باید مهراد هیدن باشه. اصلا من به مهراد هیدن دوست دارم که ابراز علاقه بکنم. مهراد هیدن دوست پسر من باید اسطوره است برای ما. چرا بلانده ای اومدی شما راجع که میوردی زنگ میزدی بعد تو خودت میگی هیدن دیده نمیشه؟ تو چجوری در راجع به رفتار و استایل یک کسی که دیده نمیشه داری نظر میدی؟ شوخی کردم، اب نده. جذاب پسند لعنتی اسطوره گرایی کردی برای خودت. مهراد هیدن اسطوره منه. هیچ کس چیز سوریچه یه بهزاد لیتا خوبه دیگه، شبیه بهزاد عرفان پایدار اینا هم نه. ای بابا.